ذکر او باد و بریده، نریزد آبی دیده کور بهتر، تنی بی طاعتش رنجور بهتر. بود بر مرغای غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. البته که حضرت ها دوست خدا بودن، ولی خدا بودن، به چی مصرع ها بیان کردن. آیه که تلاوت شد، خداوند جل جلاله امر میکند. امر خداوند فقط به مؤمنان است و ایماندارا است. هر کجا که یا ایها الذین آمنو شد، امر پروردگار فقط برای مسلمان است، ای کسانی که ایمان آورده. هر کجا که یا ایها الناس شد، معناش که ای مردم، امر خداوند به مسلمان و غیر مسلمان دخل دارد. در این آیت الله ذوالجلال بیان میکند که یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافة، در اسلام همتن داخل شین. وقتی که ایمان میارین، مسلمان میشین، در اسلام همتن داخل بشین، یعنی همه قانون خدا را قبول داشته باشین. هر چیزی را که خدا فرموده است در قرآن و پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کرده است، او را شما قبول داشته باشین و عمل داشته باشین. و چی خاطر؟ به عمل ما پروردگار جل جلاله نظاره میکند و شکلهای ما نگاه نمیکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی هر بار میگفت که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. حقا که الله ذوالجلال به صورتهای ما و شما نظر نمیکند. صورتی که سفید است، سیاه است، سرخ است، کبوت است، به این خدا نظر نمیکند. به قد قامت ما و شما خدا نظر نمیکند. یک تا دراز کوتاه، فربه خرابه، به جسم ما خدا نظر نمیکند. به رنگ روی ما خدا نظر نمیکند. لا ينظر الی صورکم و اموالکم، بر مالهای ما و شما خدا نظر نمیکند. چون که مالداری و ثروت کلان داشتن این نشانه خوشبختی نیست. ثروت کلان و پول بسیار و منصب کلان این آدم خوشبخت کرده نمیتونه. فرعون امیره داشت، نمرود هم داشت، قارون هم داشت، لیکن خوشبخت نشدن. این آدم خوشبخت کرده نمیتونه. خدا به مال هم نظر نمیکند، یعنی در نزد پروردگار قدر قیمت ندارد، نه شکل رنگ نمود ما و نه مالهای ما و شما. بلکه پیامبر میگه بل ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکه پروردگار نظر میکند به سوی دلهای ما و شما و عملهای ما و شما. خداوند دلها ما نظر میکنه که در دل کی چی هست. هر عملی که میکند، عمل اگر به خاطر خدا باشد، به خاطر دین باشد، ثواب است. اینمی خانه کردن، اگر یک خانه بهترین نمود که صرف خرج زیاد کنی، قصر کنی، لیکن در دل مقصد همی باشه که خانه کلام باشه، که مهمان زیاد باشه، مردم آب و نون بتون، در همو جا نماز جماعت باشه، تلاوت قرآن باشه، مثل خاندان برادر حاجی شمس الدین وری که در اینجا قال الله قال رسول صحبت از خدا و از پیامبر باشه. هر چی قدر اگر قصرها میلیون ها صرف کنه، چی است؟ ثواب 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 رفتن میگیره. و چی خاطر؟ خدا به دلهای ما و شما نظر میکند و عملهای ما و شما، و عملهامون هم خدا نظر میکند که ما چی گونه عمل داریم. الحمدلله مسلمانون بگوی دروغ، الحمدلله مسلمانون بگوی دزدی کنه، الحمدلله مسلمانون بگو چیزی حرام استفاده کنه، الحمدلله مسلمانون بگو خودش در مسجد برای نماز خونه، در خاندانش نه دخترش نماز خوان، نه پسرش نماز خوان، نه در خاندان یک قرآن خوان. وای بر حال تری مسلمان. عصر نور، عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن، عصر صحابه بدن که صحابه ها را در تاریخ در قصه ها میبینیم که در خاندان میگه قرآن تقسیم کردگی بدن که خانه به تلاوت قرآن نماند. اولی شب پدر تلاوت میکرد یک حصه شب، بعد یک حصه شب زنش تلاوت میکرد، بعد یو دخترش، بعد یو پسرش، بعد یو پسر دیگریش، تا صبح دمه در خانه آواز تلاوت قرآن بود. صبح کدام خاندان ما و شما امروز هم خیلی هست. در خاندان اگر زور خیرت کنیم، همون بعضی قرآن خوانشون میکنیم، یا مو قرآن میخونه، با بعضیش تجوید نمیدونه، بعضیش اگه تفسیر دانستنش رو طرف بیستن. خاندان به تلاوت قرآن نمیموندن. وقتی که او خاندان صحابه به تلاوت قرآن که نمانه، در شب و روز
از کجا دیگر شیطان در اونجا وسوسه میکند، از کجا در اونجا نیکی خاندانی که تلاوت نباشه، فقط همین کینا و کنسرت باشد، فقط همین آواز همین چیزا باشد، از کجا در اونجا بعد رحمت پروردگار نازل میشه و توفیق هدایت میشه. بزرگای خدا میگفتن که ای تن بیا برخیز رو در صحبت نیکان بمیر. هر کجا که نیکان نشست دارند جان تبکش برای در همونجا گوش که چی میگن وارثای پیامبر. از او صحبت نگریز، از او صحبت گریختی یقین بدان از رحمت خدا گریختی، از وارثای پیامبر گریختی، از شریعت گریختی، از دین گریختی. ای تن بیا برخیز رو در صحبت نیکان بمیر. از مال و ملک و جان گذر در صحبت نیکان بمیر. همچون غلامان روز و شب در خدمت نیکان بمیر. با آه شب گریان نشین چون خصلت نیکان بمیر. حضرت در اخیر میگن ای باد شو بر خاک شو در صحبت نیکان بمیر. خواه باد میشه، خواه خاک میشه، خواه هلاک میشه، از صحبت نیکا دور نباش. آدم اگر از صحبت نیکا دور شد قلبش زنگار میزنه، قلبش سیاه میشوه، سخت میشوه، آهسته آهسته از ذکر خدا میمونه، از نماز خونه میمونه، از تلاوت قرآن میمونه. وقتی که دل سیاه شد و سخت شد توفیق هدایت از او دور شدن میگیره. اکو یگانه مرهم داروی یگانه چیزی که اون چی است که دارویی که قلب انسان چیکار میکنه، زنگارش نیست میکند، انمی ذکر خدا است، در صحبت اهل علم نشستن. چون که در هر دور و زمان علما حرکت میکنن که در بین خلق باشن و خلق دعوت کنن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث گوهربار بیان میکند که روز قیامت اولا زاهدا داخل بهشت میشوند و شیخا و آدمای پرهیزگار با تقوا عالما را معلوم میکنن که حال شما بیستین ولی داخل نشین. پیامبر میگه یحشر یوم القیامه عالم و زاهد. عالما یک طرف در محشور میشن، زاهدا در یک طرف پرهیزگارا. خداوند امر میکند که به زاهدا که فیقول للزاهد ادخل الجنه، داخل جنت شین. و یقال للعالم قف، عالما را میگه شما بستین ولی جنت نره. حتی تشفع للناس، حتی که این خلق گناهگار شما شفاعت کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله ببین در همون جان تنها خودش نمیروه بلکه شفاعت حق است. الله ذوالجلال هم در قرآن گپ میزند که این شفاعت چیست؟ به اذن پروردگار است. یشفع عنده الا باذنه، اذن پروردگار میشود شفاعت میکنه. در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم که عصر نور بود، البته که صحابه ها در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون پروانه در گرد شمع بودند. حتی که همون بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که 70 روز میگه دوام کرد. در همین روز میگه صحابه در اطراف خانه پیامبر شب هم اونجا بودیم، روز هم اونجا بودیم، نمیدونستیم که ما زن فرزند خانه و در داریم یا نداریم. اما قدر شیفته عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. چون که یک همنشینی پیامبر 10 یا 1 دقیقه که پیامبر هر کسی دید و نشست کرد او صحابه گفته می شود. صحابه چقدر مرتبه دارد. امروز اگر کوره زمین عالماش جمع کنیم، اولیاهاش جمع کنیم، مفسرها را، محدثا را، همه را جمع کنیم و خاک پای یک صحابه برابر نمی شود. ایمانی همه خلق دنیا را جمع کنیم و ایمان یک زن صحابه برابر نمی شود. وقتی که حضرت سمیه را اولین کسی که در راه خدا جان به جان آفرین تسلیم کرده شهید شد، اولین نفر سمیه بود. وقتی که آوردن هر چقدر مجبورش کردن که همین یک بار نام هبل بگی در بالای سرش جمع شده بودن. اگه در اون زمانی که مسلمان ها که بسیار قواشون ضعیف بود، همه مشرک منافق رهبرا بودن، هر چقدر کردن به گردن نگرفت. هر چقدر قین عذاب کردن، حضرت بلال و دیگر را کشتن و قمچین شب کردن، هیچ کدامش از دینش نگشت. ولی اگه ایمان یک زن مثال بیاریم سمیه را، وقتی که 4 میخ که بستن دست پوشه و بالای سرش اومدن ابو جهل لعین و دیگر
نوکرا و سردارای منافقا گفتن که همین یک مراتب نام هبل بگی پاکیزه آزاد شد. نگرفت. بازارش کردن هبل اما هیکلچه را به پیش آوردن که همین یک بار نام همین را بگی و نام خدا را نگیر. کی دفعه غیرت زن ببین سمیه را که در بالای ابو جهل همو هیکلش کرد توف کرد. این خدا نیستی چی از سنگ قاق بیجان است. فرمان داد به یک قولی که به نیزه قدی در بدنش زد همونجا هلاکش کرد. هر چی قدر که گفتن بگردن اگر به قول دیگر میگه که معرخا میگن دو شتری مست آوردن بندی دراز کردن در دو پشت بستن دواندن دو طرف دو بلکش کردن. ببین ایمان ببین اگر همه مسلمان جهان امروز جنگ کنه ایمانش به ایمان یک زنی صحابه برابر نمیشه. ببین اولی در این خاندان داخل شدیم. بابای حاجی را خداوند نگهبان باشد قرنطیپه در نشست داشتیم. حضرت داملا را خیلی سوال جواب هم کرد ولی میگه کنجکاوی کرد سوال داد. یک قصه از صحابه به خاطر اومد. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه. انس ابن مالک 10 سال در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. 10 سال. در 10 سالی که شبان روزان در خدمت پیامبر بود در 10 سال میگه یگان بار ندیدم که پیامبر خدا یگان کنیزه یگان همسرش یگان کسا بزنه یا سخنی بد بگه. بعدی که پیر شدگی بود عمرش 103 درفت. وقتی که مسجد میبردنش از تفوش قپیدگی کودکا دویدن سلام میکردن سرشون دستمال میکرد دعا میداد. ولی همه مهربانی و همه تلطف مصفیدونه نیست شده قریب. مصفیدو یک تنیمتش رفتن دیگه این وزیرش که مصفید شدگیه بعدش نوریش موندگیه بعدش همین بعد پیسیه نو سروی نماز شهزیت کرد نماز خون شدگیه دیگه او فضیلت مصفیدی نیست دیگه رکن. سلام میکرد. بعد گفتن که حضرت انس که او خط قریب 100 درفته بیا برا کودکا را مناخی. گفت نه هاکذا فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین خیل میکرد. در مسجد رفتن که کودکا را یک تا سلام کرده میرفت سرشون دستمال میکرد. سری کودکی را که پیامبر میگه دستمال میکرد تا چند روز از سری همو بوی خوش به مشام میرسید. هر کجا که میرفت میگفتن کودکی است که سری را پیامبر دستمال کرده. انس بعد که گفتن بعد میره نقل کرد. بعد انس حضرت انس گفت که یک بار گفت همراه پیامبر صلی الله علیه و آله اومدیم همه کوچه های همه تنگ کوچه های مدینه قد سلام کرده اومد میگه کودکا قط یک تا قریبی با مسجد نبوی با هم مسجد رسیده بوده میگه که یک دخترچک دیر مونده بوده است. از همو دور میگه پیامبر به نام فریاد میزنه یا محمد از همو دور میگه تو با من سلام نکرده. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه ایستاد. ببین نفری که خداوند دنیا و آخرت و کائنات به خاطر او خلق کرده است میگه در مسجد ایستاد میگه هم دخترچه اومد میگه سلام کرد پیامبر سرش دستمال کرد دعاش کرد بعد داخل شد. انس گفت که انمی خیل فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت انس ابن مالک پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمت کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش دعا کرد که خداوند تو را برکت بده در عمرت در جانت در فرزندات در زمین و کسب و کار. دعا کرد. ولی ببین که انسان فقط با دعا میسبزه. فقط و فقط بخت و اقبال انسان پیشرفتش به دعا دیگر به چیزی دیگر نیست. این ثروت قطعی نمیگه با پول هم حل میشه. نه هر یک پولداری هست که ولی میبینی جوشون در کیم که جای دیگر پول رو دیگر کس شریده است. صدام حسین نقلش میکردن که کرینیکای توالت جای حمامش تیلویی بوده است که جایشی چیشی ایو را خوشبخت کرده نمیتونه چیز دیگه بده. فقط دعا. ولی حاجی شمس‌الدین او برادرش میبینیم دایم در خدمت بابای حاجیان انمی دعا و برکت و روزگی همی است یا چی است نشأنما یافتیسن و برکت یافتیسن. فقط و فقط دعا یعنی پدری بزرگوار است. انس پیامبر دعا داد. انس ابن مالک 103 سال عمر دید. از چند زنش همگی فرزند داشت. 82 فرزند داشت. 80 تا بچه داشته 2 دختر. صاحب فیض البوری میگه 2 دختر داشته 80 بچه داشت. وقتی که میگه حج میرفت میگه بعد در یک صندوق میگرفتن شکل 100 ساله مصفی در که 100 ساله این قرق شدگی در درون صندوق
اطرافی صندوق یگان لپتاپ یگان چیز میموندن که حضور نیومد رنگی توبو دوری بار میکردن که 80 بچه ها حج میبردن اون سفیدی پدرم بعد میرفتن حج که تمام میشد بعد حج میگن مردم هم میقبیدن. از بین صحابه ها اخیران صحابه های موندگی بود. یک از ما انس ابن مالک بود، عبدالله ابن ابی اوفا بود چند صحابه دیگه. میگن منعش میکردم بعد حاجی ها میگفتن که انس از زندگانی پیامبر چیزی به ما نقل که چی میگفت پیغمبر همراهی تو بود. بعد انس میگه بر یک تخت بلند در بری خانه کعبه میموندن میشنوندنشون همو قدر پیر شدگی بود چشماش همطوری کسکی داشته اینطوری بالای چشمش اینطوری گوشت زیادی داشته خلطه زدگی که 103 ساله نمیدید از مردم. بعد یک بچهش میگه یک پیل که چشمش یاد شیس بولو میکردن بعد مردم میدید است حدیثای پیامبر یک تا حدیث بیان میکرد است. یک حدیث میگفته چند متر پس او را با بلند میگفتن تا 50,000 نفر همین حدیثا به یکدیگر میرسوندن که در اون زمان نه میکروفون نه اوسیلی تلی چیزا نبود که بگن نکرد. خب زمین هایی که انس ابن مالک داشت همه سال گل میکردن و میوه میگرفتن. فصل سال دیگه و داو تغییر نمیداد از دعای مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله. در زمیناش برکت. عمرش 103 سال، فرزنداش 82 نفر، 80 بچه و 2 دختر. و حضرت در جوانیش بسیار آدمی خیلی تیرزن بود، نیزه زن بود. و وقتی که از دنیا قریب گذشتن شد عصای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم در دستش بود و در گذشتنش وصیت کرد به اهل اصحاب عصای مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم همون تا در آغوش در کفن موندن و خاک سپرد. انا همین چی بوده که سببی دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انس ابن مالک و دعای پدر و مادر مثل دعای پیامبر قبول می شود. مثل که دعای پیامبر قبول می شود دعای پدر و مادر در حق فرزند هم خیلی قبول می شود. و این سعادت البته که گمان میکنم نصیبی خاندان و برادر شمس‌الدین و برادر دیگریش یا انشاءالله که هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که اربع من سعادت المرء، 4 چیز میگه از سعادت خوشبختی انسان است. یکم آدم خوشبخت زن صالحه داره، زن خوب داره. ای یکون زوجته صالحه، زوجه صالحه داشتن خوشبختی انسان است. همین زن صالحه داشته باشید، به نماز باشه، قرآن خوان باشه، به شرم و به حیا و به ستر حجاب باشه، خدمت شوهر بکنه، گپ گردان نباشه، تازه کار باشه، هنرمند باشه. این چی است؟ همون مردی در نصیب میشه که خوشبخت است. ای یکون زوجته صالحه. دیون و اولاده ابرارن، آدم خوشبخت یکی از سعادت خوشبختی انسان همون است که فرزندای خوب داره. اولاده ابرارن مثل بابای حاجی هم و فرزندای حاجی و نمازخوان و در صف نماز در طاعت عبادت پروردگار. ایرا همه ما باید دعا داشته باشیم که خدایا با ما فرزند صالح عطا کنه. حضرت شمس الائمه حلوایی اولی در فقه مذهب امام اعظم یک شخصیت خیلی بزرگ کتابش هست، شمس الائمه حلوایی. همین شخصیت پدرش حلوا پز بوده، حلوا میپخته است، حلوا میفروخته است هر کجا. بعد حلواش میگفته به پیش مدرسه را می اومده است، بعد همو مدرسان و ملاها و طالب علم را بعد حلوا به پول میداده. ما به دهنتون شیرین کنین نه یکی باید شرط دعا کنین که خداوند مرا یک فرزندی بده که ای هم شما در زور باشه. اینطوری عالم و حافظ قرآن قد قناعت نه، ای همه مدرسا و علما در او زورتر باشه. اینطوری دعا کنین. ببین در نظر ساده میتونه، لیکن همون دعا کردن به سبب حلوا فروشیش کتی خداوند نفر نصیبش کرد یک فرزند دیگه. شمس الائمه اگر اماما و بزرگا با مثل ستاره درخشنده باشند، این فرزندی با مثل آفتاب درخشنده است. شمس ائمه آفتاب اماما. ببین با سبب دعای همون بزرگا و با سبب هم یک حلوا را خوردن. دیوم سعادت خوشبختی انسان بعد از زن صالحه داشتن فرزندای خوب، اولاد و ابرارن، فرزندایی که در خدمت پدر و مادر باشن، خدمت کنن، گرگیر باشن. البته که این فرزند از تجربه خودمون میگم همیشه سخت خدمت کنه، سری خم داشته باشن
پدرجان و مادرجان بگه، در هر برآمدگیش دست پدر و مادر را بوسه کنه، دعا متیم بگه. هر کجا که باشه در حقش دعا میکنی در غایب و حاضر. و سیوم چیزی را که پیامبر از خوشبختی انسان بیان کرد، چی گفت؟ و خلطاؤه الصالحین، همنشینا و رفیقاش صالح باشند. مثل برادر حاجی شمس الدین دیگر برادرها که با علما هم نشین میشوند، با علما رفت و آ میکنند، نافهمیش از علما میپرسند. این خیل انسان سعادت خوشبختی را خدا نصیبش کرده است. نیکی وای بر حال کسی که از همنشین خوب محروم است. وای بر حال کسی که از همنشین خوب محروم است که او را چیکار میکند؟ اما یک بار همراه شد، یک بار دو بار نشست، آیسته آیسته بر یا بنگیش میکنه یا گیرینکش میکنه یا عرقش میکنه، بگیرش میکنه، یک بارک تو هوش به سر میزنه که کار از کار برآمده. اما شخص صالح باشه نه، نگاه برادر، وقت نماز شد، وقت جماعت شد، تلاوت قرآن دیگر میفهمونش. خلطاؤه الصالحین، نشستای خوب داشتن، صالح داشتن هم نشانه خوشبختی و سعادت است. و چهارم پیامبر میگه ایکون رزقه فی بلده، رزق روزیت هم در شهر خود یافتن، این هم نشانه خوشبختی است. پس اگه این چهار تا وقتی که نشانه خوشبختی کی باشه، وقتی که پدر مادر دعاش به مثل دعای پیامبر که اجابت میشدگی باشن، ما و شما حرکت داشته باشیم که خدمت پدر و مادر داشته باشیم، دعای نیکشون بگیریم که یا هم از چی هستن باور کنی غنیمت هستن. بعد از رفتنش دیگه هر چی قدر هوس میکنی آرزو میکنیم یک مراتب اگر بچه یک مراتب گپ تا نگیره همین قدر آبی میشه. کاش که میگه پدر و مادرم زنده باشه، کاش که اولی یک برادر مونانا مادرش گذشت میگه همین مادرم از اکو در نبیره داره کلان ساله، میگه مادرم از دنیا گذشت در خانه میام در نظرم هیچ کس نیست. کاش که خداوند میگه همون سکلتش در همون جا زنده میمونده همون زنده میمون. کاش که میگه ببین در نظرم که صغیره موندم هیچ کس دیگر ندارم. پدر و مادرم ایتا چی هستن؟ یک نعمتی بزرگ هستن و غنیمت هستن. و البته که نشستی ما و شما نشستی هستی که ایره باید غنیمت بدونیم و هر چیزی که از خدا و از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدیم به او عمل داشته باشیم که وقتی که چند روزی که حیات به سر میبریم از دنیا که گذشتیم بعداً پشیمون میشیم دیگه فایده نداره. بنده را وقتی که میگن در خانه قبر میگذارن الکه که گذاشتنش چی است؟ الکه جونش که برآمد دیگه چی است؟ مردم تسر بگیرید، تسر بردارینش، تسر برینش، دیگه چی است؟ اکنون در کار است. دیگه او چی است که حتی بعضی همسایه میگه تسر برانش کودکان شاوده میترسم رویم، تسر برام و خواب بسپرانش نبینیمش. وقتی که سپردنش که این بیچاره برای دنیا برای دوید جان کند و دروغ گفت و نماز قضا کرد، از اینجا بابر آمد ملکی عروس رفت، خدمت یک کافری بدبخت کرد تا که شکم یارا سیر پر کنم سر لباس شنم. لیکن اگر توفیق هدایت نداشته باشن ببین این قدر مشقت در دنیا، این قدر پرسش دیگر را لبا در آخرت. حضرت صوفی علیه السلام میگه وقتی که در خونه قبر گذاشتنش بعد روح میاد جسد میبینه که الکه جسد ما و شما دل خواه در قبر الکه پوسیده است و ایران شده است، کرم ها چریدهشان، بو نطفی بسیار فساد از او چی است؟ پیدا شدگی است. این البته که هر یک تایما و شما میدونیم که این آدم همه روح شرافت هست، زنده هست. اگر آدم گذشته شد فساد شود، اگر 1000 توالت جمع کنی نیست یک آدم بو نداره، همین قدر بوی داره که بوش آدم کسل میکنه میکشه. این آدمیزاد همین تره قدم خاک نیستش میکنه. بعد روح جسد میبینه میگه مرده را برن سوی گور، جان شیرین نظر کند از دور. می بگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم برخیش. عاقبت حال این چنین بوده، چون نکردی عمل و فرموده. عاقبت حالی نمی بده است، برای چی عمل نکردی؟ نماز نخوندی، مسجد نرفتی، قرآن نخوندی، عمل صالح نکردی. عاقبت حال این چنین بوده، چون نکردی عمل و فرموده. بعد روح جسد میگه کرد این که میخیستی و میخفتی، زن و فرزند مال میگفتی.
بامداد نمی رفتی، خفتند نمی رفتی، جماعت نمی رفتی، ختم قرآن نداشتی، در تراویح ختم قرآن گفتم میگریختی، یگان عمل نداشتی، چیکار کنم؟ همه را سیر پر کنم. انا او را میگه این که میخستی و میخفتی زن و فرزند ما میگفتی. بعد میگه بی وفا بوده است مال جفت، نزد مولای خود چی باید گفت؟ بنده بودی ولی زنا مردی، بندگی را به جا نیاوردی، با کدامین عمل کدامین حال می روی نزد حضرت متعال. پس به کدام عمل حالت روبروی پروردگار میشه که پروردگار از نعمتش پرسش میکنه. ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. چشم بینا دادم، آیا چشم بینا را قرآن میخوند یا نه؟ گوش شنوا دادم به این گوش ها آیا امر معروف تلاوت قرآن گوش میکرد یا نه؟ دست گیرا قطع مهنت حلال میکرد یا با پای گیرا با پای روا قطع مسجد میرفتی نماز خوانی یا نه؟ همه عضو را یک تکتا پرسش میکنن، همه شب پرسش میکنن. انا را بعد میگه بنده بودی ولی زنا مردی، بندگی را به جا نیاوردی، با کدامین عمل کدامین حال می روی نزد حضرت متعال. حضرت حق تعالی پرسد از شبهه و حلال و حرام. حضرت ذوالجلال و الاکرام خداوند بعد که چی است؟ از حلال ها میپرسه، از حرام ها میپرسه، از شبهه هایی که حاصل کرده از او میپرسه. پرسد از شبهه و حلال و حرام. خداوند که پرسد از ما چرا چنین کردی؟ آن گناه ساختی و این کردی؟ تو که عبدی و من که معبودم، امر و نهی بر تو فرمودم، تو چرا بر خلاف آن کردی؟ نفع خود را چرا زیان کردی؟ جنت گفتند، دوزخ فهموندند، ثواب فهموندند، گناه فهموندند، برای چی برای فایده خودت کار نکردی؟ ببین امر و نهی بر تو فرمودند، ببین حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی؟ در حالی که می توانستی زنده بودی، حیات داشتی، جان داشتی، برای چی نکردی؟ و حضرت در جای اخیر چی میگن؟ غیر شرمندگی چی روی جواب، وای آندن به جان قطره ها. غیر شرمندگی دیگر چی جواب میتین؟ وای آندن به جان قطره آب، یعنی به همین آدمیزاد که در نزد پروردگار چی جواب میتن. یا اگر آدمی کلام باشه، یک کس بپرسه چند تا ترس در دلت پیدا میشه که آه برامی چی میپرسیده باشه، چی میگفته باشه، چیکار، حالا که جان تا نمیگیره آخی. لیکن تو فکر که در نزد خالق جهانیان پرسشت کنه چی جواب میدی؟ الله ذوالجلال همه ما و شما را توفیق هدایت نصیب روزی بگردونه. حاجی بابا را دولت پیری و برادرها فرزنداشون خداوند عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا کنه. اهل این جماعه ما را پروردگار را همه مراد و مقصودهای نیک دنیوی و اخروی را برآورده خیر کنه و توفیق هدایت و محبت ایمان و اسلام و قرآن را در دلهایمان جایگزین بگردونه.